یک خواننده زن اجازه این که برای مردان کنسرت بده نداره. باورشون بر این هست که صدای خواننده زن میتونه مردها رو تحریک کنه. کاملا درسته. به نظر من هم هیچ موجودی به اندازه زن در طول تاریخ مردان رو تحریک نکرده، اما نه تحریک به فساد، تحریک به ادب، تحریک به رشد، تحریک به احترام. همین الان در یک جمعی اگر تعدادی آقا باشن، کافیست یک خانم وارد اون جمع بشه، ادبیات آقایون فرق میکنه، تونالیته صداشون تغییر میکنه. شما در مواجهه با یک خانم به شکل برازنده تری لباس میپوشید، با ادبیات بهتری صحبت میکنید. اصلا نفس وجود یک خانم احترام برانگیزه. اولین صدای خواننده‌ای که یک انسان در جهان میشنوه صدای لالایی مادرشه، صدای یک زنه. محدودیت زن در عرصه آوازخوانی در واقع توهین به اون بخش خداگونه زنه. وجود احترام برانگیز و الهام بخش و تعالی بخش زنان رو تا اندازه یک محرک فساد جنسی پایین آورده، چون موسیقی سبب آگاهی شما میشه، چون موسیقی روح آگاهی یک جامعه رو بالا میبره و جامعه‌ای که آگاهی پیدا کنه جامعه مطالبه‌گر خواهد بود. بنابراین رقص، موسیقی و زن هر سه یک ویژگی مشترک دارن. یکی عنصر آگاهی بخشی و یکی عنصر شادی بخشی است. جامعه اگر شاد نباشه یک جامعه خردورز نخواهد بود. بارها این بیت فردوسی رو من خوندم که چو شادی بکاهی بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. در یونان باستان زئوس 9 تا دختر داشت که این 9 دختر به نام موزهای 9گانه که هر کدوم اسمهای متفاوتی داشتن، وظیفه‌شون الهام موسیقی از خدای آپولون به دل خنیاگران. زنها منبع الهام و خلاقیت بودن. جامعه‌ای که محروم از شنیدن یکی از زیباترین پدیده‌های خلقت یعنی آواز زن، جامعه‌ای که زن رو محدود کنه خودش رو محدود کرده. من منکر این نیستم که ممکنه بین زنان و مردان فسادی رخ بده، اما من میگم دلیل اون فساد جای دیگه است. دلیل اون فساد وجود زن نیست. ما نیاز به آسیب شناسی اجتماعی داریم. زن بزرگترین مظهر مهر و عشق بوده در طول تاریخ. زن بزرگترین موضوع هنرهای تجسمی بوده در طول تاریخ. زن بزرگترین مهد و پرورشگاه مردان بزرگ بوده در تاریخ. وزارت ارشاد متاسفانه ناگوارترین و بدترین رفتارها رو نسبت به خوانندگان زن، رفتار توهین‌آمیز به شخصیت تجلیگر زن رو با نماد زایش میشناسیم، با نماد آفرینش میشناسیم. گفت که ترسم نرسی به کعبه اعرابی، کین ره که تو میروی به ترکستان از